در این قسمت از آموزش ما قصد داریم نحوه اضافه کردن محصولات و مدیریت محصولات رو به شما آموزش بدیم. از تب محصولات قسمت افزودن گروه رو انتخاب میکنیم. در این قسمت همانند قسمت اخبار قبل از اینکه ما بخوایم محصولی رو اضافه بکنیم ابتدا باید برای اون گروهی انتخاب بکنیم. در این قسمت مشخص میشه که این گروه قرار هست به چه زمانی اضافه بشه. اگر وبسایت شما چند زبانه هست در این قسمت زبانی غیر از فارسی برای شما نمایش داده میشه. پدر مشخص کننده این هستش که این محصول قرار هستش که به عنوان سرشاخه باشه یا زیرشاخه گروه های دیگر باشه. در این قسمت ما 3 قسمت از محصولات رو داریم: تایر، چراغ، روکش ماشین که دسته محصولاتمون هستن. عنوان محصولاتمون رو وارد میکنیم. به عنوان مثال CD. توضیحات مربوط به این گروه رو مشخص میکنیم برای اینکه کاربرها بدونن داخل این گروه چه دسته از محصولاتی نمایش داده شده. برچسب برای قسمت جستجو کاربرد داره. کلمات کلیدی که مربوط به این گروه هست رو وارد میکنید. در صورتی که عکسی دارید اینجا انتخاب میکنید و دکمه ثبت رو میزنید. به قسمت مدیریت برمیگردیم. از تب محصولات افزودن محصولات رو انتخاب میکنیم. مشخص میکنیم که این محصول قرار هست به چه زمانی اضافه بشه. گروه این محصول چی هستش که ما اینجا CD رو انتخاب میکنیم. گروهی هست که قبل از این صفحه اون رو ثبت کردیم. عنوان محصولمون رو مشخص میکنیم: CD آموزشی فتوشاپ. توضیحات مربوط به اون رو در این قسمت وارد میکنیم. قیمت محصولمون رو مشخص میکنیم. اگه تصویری برای اون داریم انتخاب میکنیم و دکمه ثبت رو میزنیم. برای اینکه ببینیم محصولات به کجا اضافه شده وارد قسمت محصولات میشیم. این گروه محصولی هست که ما اضافه کردیم به عنوان CD. اون رو باز میکنیم و میبینیم که داخل اون CD آموزشی فتوشاپ با قیمت 25,000 ریال برای ما مشخص شده. در صورتی که ادامه مطلب رو بزنیم وارد این قسمت میشیم. تصویر بزرگ محصول رو میبینیم. عنوان و توضیحاتش برای ما نمایش داده میشه. همچنین قابلیت ارسال نظر یا درخواست محصول از این قسمت وجود داره. به پنل مدیریت برمیگردیم. از تب محصولات مدیریت محصولات رو انتخاب میکنیم. در این قسمت تمام محصولاتی که در سایت وجود داره رو برای ما نمایش داده میشه. میتونیم محصولی رو حذف بکنیم با زدن دکمه اوکی یا محصولی رو ویرایش بکنیم. صفحه‌ای مثل صفحه ثبت محصولات برای شما باز میشه که شما میتونید اطلاعات رو داخل اون ویرایش بکنید و دکمه ویرایش رو بزنید. به صفحه مدیریت برمیگردیم. از تب محصولات قسمت دیدگاه ها رو انتخاب میکنیم. در این قسمت کامنت ها و یا نظراتی که برای این محصول اومده برای ما نمایش داده میشه که میتونید از طریق این قسمت اون رو مدیریت بکنید.